أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خب امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید باب الوفاء بالعهد و انجاز الوعد. یعنی که باب الوفا یعنی باب در مسئله وفا کردن، بالعهد یعنی که با اون عهدی که میبندی با کسی عهد بستی، باید عهد وفا کنی، اجرا بکنی، بجا بیاری. و انجاز الوعدی و پایبند باید باشی به عهد و پیمانی که بستگی هستی، یعنی وعده که کردی باید پایبند به وعدت باشی، وفا بکنی عهد و پایبندم باید باشی. خب در این باب اکنون امام نووی رحمه الله برامون دلائل را تقدیم میکند. اولا چند آیت رو میارد، میگوید قال الله تعالی، گفت الله سبحانه و تعالی و اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولا. و اوفوا بالعهد یعنی که وفا بکنید شما با عهد و پیمان بسته‌تان. ان العهد کان مسئولا، هر آینه عهد پرسیده خواهد شد، از عهدی که بینتون می شود اون را پرسیده خواهد شد شمایان. و قال تعالی، و در مسئله عهد نمود است، عهد بگیم فطرتیه که ما با الله بستگی هستیم. همون زمانی که الله ما را خلق کرد گفت الستو بربکم، آیا من پروردگار شما نیستم؟ ما گفتیم بله تو پروردگار ما هستی الله. همینجا ما عهد مونه بستیم با الله که الله پروردگار ما هست، پس ما باید در بر الله کسی را شریک نیاریم. فهمو و اوفو بالعهدی، پس وفا بکنید با عهدی که با الله بستید، یعنی در بر الله شریک نیارید. این عهدی با الله بسته همون هست. و باز می شود عهدی با مخلوق میبندی در یک مسئله جایز و درست، یگان عهد میبندی، عهدی بسته ده باید بیستی. فهمو؟ پس عهد با خالق می شود، همونه که وعده دادگی بدیم که پروردگار ما الله هست، پس در برش کسی را شریک نیاریم. یا که عهد با مخلوق بشه، اگه چی وعده میکنیم میتیم، یا که اگه جو وعده میکنیم که واخری میکنیم، یا که این چیزهایی که با مخلوق چیزی شرعی ده، چیزی حلال ده، وعدتی که شد باید، عهد که شد باید پایبند باید در اون عهدمون باشیم. خب و دیم آیت میگوید که و قال تعالی، الله سبحانه و تعالی گفت و اوفو بعهد الله اذا عاهدتم، یعنی که شما وفا بکنید با عهد و پیمانی که با الله بستگی هستید. بعهد الله یعنی با عهد و پیمانی که با الله بستید. اذا عاهدتم، وقتی که شما عهدتان بسته بودید، یا که زمانی که عهد بسته بودید، پس همون طور به همون عهد بسته‌تون پایبند باشید، به همون وعده داده‌تون شما پایبند باشید. و آیت بعدی، آیت سیمده میگه و قال تعالی، الله سبحانه و تعالی گفت که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ای آن کسانی که ایمان آورده وفا بکنه به پیمانهایتان. عقود عقد یعنی ما عقد و پیمان و وعده و عهد و امینها. پس شما با پیمانهایتان، با عقدهایتان، با وعده هایتان شما پایبند باشید و وفا بکنید. و آخرین آیت را امام نووی رحمه الله میارد، میگوید و قال تعالی، و گفت الله سبحانه و تعالی یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، یعنی ای آن کسانی که ایمان آوردید، لما تقولون، چرا شما میگویید، ما لا تفعلون، آن چیزی را که انجام نمیتید، یعنی سخنی را میگویید اما در گفته‌تون اجرا کننده نیستید، وفا کننده نیستید. کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، یعنی بزرگ است، یا که کبر مقتا بسیار ناپسند است یا بسیار به خشم میارد الله سبحانه و تعالی را، ان تقولوا ما لا تفعلون، بگویید شما چیزهایی را که انجام نمیتید، یعنی چیز را بگویید و انجام نتید، این خشم الله را میارد، این بسیار ناپسند است نزد الله سبحانه و تعالی. خب این بود آیات های در زیر این باب. بعد اکنون مگذره در قسم حدیث ها. حدیث 688 و عن ابی هریره رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، یعنی که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است،
هر آن رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت آیت المنافق ثلاث، یعنی که نشانه انسان منافق سه هست، سه خصلت و علامت نشانه منافق بودن است. اذا حدث کذب، هنگامی که وقتی که سخن بگوید دروغ میگوید، وقتی سخن که گفت در سخناش دروغ است، این یکم علامت منافق. و اذا وعد اخلف، و هنگامی که چون یا زمانی که وعده کرد اخلف، خلاف میکند، در وعدش نمی ایستد، وعدش در خلافکاری میکند. و اذا اؤتمن خان، و سوم علامت منافق هنگامی که هر وقتی که امانت گذاشته شد خیانت میکند در اون امانت گذاشتگی، خانه خیانت میکند در امانت گذاشتگی. پس این سه علامت علامت منافق است: یکم دروغ گفتن، دوم خلاف وعده کار کردن، سوم در امانت خیانت کردن. حدیث متفق علیه است. و در روایت دیگر میگه آمده است، یا زاد فی روایت لمسلمین، یعنی زیادتی هست میگه در روایتی که امام مسلم روایت کرده است، در روایت امام مسلم میگه زیادتی است که در اون زیادتی این هست که و این صام و صلى و زعم انه مسلمون. و اگر هرچند میگه اگر روزه هم بگیرد اون انسان منافق، و اگر هرچند نماز هم بخواند و گمان هم بکند که اون مسلمان هست، مسلمان کامل الایمان است، پس این طور نیست، اون منافق است. یعنی کسی که همه علامت ها را دیدید و اگر هرچند نماز هم بخواند، روزه هم بگیرد و خودش هم گمان داشته باشد که مؤمن کامل الایمان است، این طور نیست، اون منافق است. خب بعد از این حدیث 689: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما، یعنی از عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنهما روایت است، ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، ارانه میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که اربع من کن فیه کان منافقا خالصا، یعنی چهار، اربع یعنی چهار خصلتی هست، چهار علامت های هست، من کن فیه، یعنی هر کسی ده که باشد ان همین چهار علامت و خصلت ها، کان منافقا خالصا، اون تازه منافق است، اون منافق خالص است، یعنی منافق تازه است. و من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، و هر کسی ده که باشد در همون انسان خصلت منهن، یعنی که یک علامت، یک ویژگی و یک نشانه های منهن، یعنی از همین چهار علامت، کانت فی خصلت من النفاق، در اون انسان یک نشانه منافق وجود دارد، حتی یدعها، تا زمانی که ترک کند ان همین یک علامت را، یعنی که علامت منافق در او دیده میشد. خب اون چهار علامتی که انسان را منافق خالص و منافق تازه، سویج منافق میگردوند، اون چی است؟ اذا اؤتمن خان، یکم هرگاهی که امانت گذاشته شد خیانت میکند. و اذا حدث کذب، دوم هر زمان هر وقتی که سخن که گفت دروغ میگوید. و اذا عاهد غدر، و هر زمانی که عهد و پیمان بست، یعنی وعده داد، غدر یعنی غدر میکند، یعنی خلاف وعدهش کار میکند. و اذا خاصم فجر، و هرگاهی که مخاصمه کرد و دعوا که کرد، فجر یعنی فجورکاری میکند، دشنام میدهد، سخنان قبیح میگوید. پس این چهار علامت در هر کسی که باشد، اون انسان سویجی، منافق سویجی است: یکم خیانت در امانت، دوم دروغ گفتن، سوم خلاف وعده کار کردن، و چهارم در حالت دعوا و در حالت مخاصمه دشنام دادن. خب حدیث متفق علیه است. بعد از این حدیث 690: و عن جابر رضی الله عنه قال، یعنی که از جابر رضی الله عنه روایت است که گفت قال لی النبی صلی الله علیه و سلم، میگه گفت من رو پیغمبر صلی الله علیه و سلم، لو قد جاء مال البحرین اعطیتک هکذا و هکذا و هکذا، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که اگر که قد جاء، واقعا برسد، اگر واقعا که رسید، مال البحرینی، مالی که از طرف بحرین میاد، اون مال غنیمتی که
از طرف بحرین میآید، اعطیتک هکذا و هکذا و هکذا، گفت میدی هم برای تو اینقدر و اینقدر و اینقدر. فهمو؟ پیغمبر میگه 3 بار این کلمه را تکرار کرد که اینقدر 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 میتی آمد. میگه فلم یجی مال البحرین حتی قبض النبی صلی الله علیه و سلم. فلم یجی یعنی هنوز نرسیده بود، یا که نرسید مال بحرین حتی قبض النبی صلی الله علیه و سلم، تا اینکه قبض کرده شد روح پیغمبر صلی الله علیه و سلم. یعنی که همون مال جزیه که از طرف یمن می آوردن، همون مال جزیه نرسیده، پیغمبر صلی الله علیه و سلم حیاتش به آخر رسید. فلما جاء مال البحرین امر ابو بکر رضی الله عنه فنادى. پس زمانی که میگه رسید مال بحرین، همون مال جزیه که از بحرین می آوردن آمد رسید، امر کرد میگه ابوبکر رضی الله عنه فنادا، پس فریاد کردند من کان له عند رسول الله صلی الله علیه و سلم عیدة او دین فلیأتنا. من کان له یعنی هر کسی که داشته باشد عند رسول الله صلی الله علیه و سلم، نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم، عیدة یعنی وعده، کسی نزد پیغمبر وعده داشته باشد، او دینون کسی پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم قرض داشته باشد، یعنی که پیغمبر از کسی قرض دار باشه، کسی را وعده کردگی باشد، فلیأتنا پس اون صاحب حق نزد ما بیاید، به ما مراجعت بکند، نزدمون بیاید. پس جابر رضی الله عنه میگوید فاتیته، پس میگه من آمدم نزد ابوبکر رضی الله عنه و قلت له، میگه حضرت ابوبکر رو گفتم که این نبی صلی الله علیه و سلم قال لی کذا و کذا، میگه هر آینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت برای من این طور و آن طور. اما حدیثی در بالا ذکر کرده گیره که اگر مال بحرین جزیه بحرین برسد برای تو اینقدر 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 میتون گفتم. میگه من همون سخن میگه برای ابوبکر رضی الله عنه گفتم. میگه فحث لی حثیه، پس میگه مشت زد، بگیم چی میگنش، بگیم پنجه زد، بله قبضه زد حضرت ابوبکر رضی الله عنه، یک قبضه به کی داد؟ به حضرت جابر داد. فحث لی حثیه یعنی قبضه زده، میگه برای من داد یک قبضه برای من داد. فعددتها فاذا هی 500، پس میگه شماریدم من همون را، فعددتها پس هنگامی که من شماریدم همون قبضه دادگیش را، فاذا هی 500، پس دیدم میگه که اون 500 بوده است. فقال لی یا 500 تا بوده است. پس میگه برای من گفت که خذ مثلیها، یعنی بگیر دو چندی همین را، دو برابرش بگیر. پس میگه برای من دو چندش داده شد. حدیث متفق علیه، یعنی که وعده پیغمبر صلی الله علیه وسلم رو خلیفهش ابوبکر رضی الله عنه اجرا کرد تا اینکه وعده باقی نماند. خب بعد از این باب با آخر رسید، باب وفا کردن به عهد و پیمان. میگذاریم در باب نو، باب الامر بالمحافظه على ما اعتداه من الخیر. میگه که باب در مسئله امر، باب الامر بالمحافظه، یعنی باب در مسئله امر کردن بالمحافظه، یعنی که برای پایبند بودن، برای حفظ کردنی على ما اعتداه من الخیر، بر آن چیزی که، یعنی پایبند بودن بر آن چیزی که اعتداه من الخیر، یعنی که عادت کردگی است از خیر. یعنی انسان یک کاری خیر در عادت میکند، پس باید در همون کاری خیرش پایبند باشد، یعنی بردوام باشد. مثالش چی است؟ تا اینکه بابا موضوع گزارش آشکار شود. مثالش مثلا یک انسان عادت دارد قیام لیل، این طور نشد که یک سال بخواند و ترکش کنه، نه دائمی بردوام بخونش، کاری خیر است بردوامش کن. یا یک انسان مثلا نماز سر آفتاب عادت کرده کی است، بردوام بخونش، یا مدام خونده و ترکش نکن، فهمو؟ بردوام باشد. پس هم خیلی کارهای خیر ده یک انسان عادت میکند، عادت چه میگه ترک نکند، عادتش باید بر چی باشد؟ بردوام باشد. اکنون در باره این
در این زیر این موضوع امام نووی رحمه الله چند آیت میارد و یک دانه حدیث میارد، به همین این باب رو به آخر میرساند. میگه قال الله تعالی، آیت رو میارد، میگه الله سبحانه و تعالی گفته است که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. یعنی که الله سبحانه و تعالی تغییر نمیدهد ما بقوم، یعنی که آن وضعیت ده که قوم قرار دارد، آن حالت ده که قوم قرار دارد، الله سبحانه و تعالی حالت اون قوم تغییر نمیدهد حتی یغیروا ما بانفسهم، تا زمانی که تغییر بدهند قوم آن چیزی که در نفسشون هست. یعنی که نفسشون تا اگر صالح نکنند، تا نفسشون پاک نکنند، الله سبحانه و تعالی اون قوم را از اون وضعیتش خلاص نمی کند. این یکم آیت. یعنی که این آیت برای چی امام نووی آورد؟ به خاطر آنه که یعنی که اطاعت کردن اولو الامر از احکام های شرعی هست، از عادت خیر است، فهمو؟ پس انسان در این راه باید پایبند باشد. اگر که پایبند که نباشد، پس بالای اون قوم ظلم بیاید، هر چی که بیاید، تا اگر اون قوم خودش اصلاح نکند، الله اون ظلم رو از بالاشون دور نمیگرداند. خب و قال تعالی، و میگه گفت الله سبحانه و تعالی ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انکاثا. و الله سبحانه و تعالی میگه که ولا تكونوا، نباشید شما، کلتی، به مثل آن زنی که نقضت غزلها، باز کردگی است غزلش را. غزل یعنی که همون چیزی بافته اش را، چیزی بافته، اول مهنت میکند، زحمت میکشد، باز میبافد، باز همون چیزی بافتگی مهنت کردگیش برباد میتونه، با هویش میکند. من بعد قوت انکاثا، بعد از قوت، بعد از بگیم بافتن و تابیدن و زحمت کشیدن، انکاثش میگرداند. انکاث یعنی چی؟ یعنی که رشته هایی که بعد از بافتن کشاده میشود، ان همون طورش میگرداند. پس الله سبحانه و تعالی میگه به مثل اون زن نباشید. یعنی عملهاتون برباد نتید، عملهاتون زحمت که میکشید پس برباد نتید. یا مثلا عادت میکنید یک کاری خیر را در نصف راه ترکش نکنید، کاری خیر بر دوام بکنید. زیرا که علما میگن که وقتی انسان به یک کاری خیر دست میزند، ترکش میکند، دفعه دوم دست زدنش بسیار در نظرش دشوار و وزمین میتابد. یعنی کسی نمود قیام لیل میخواند یا ترکش کند، دوم بار شروع کردنش خیلی بگیم زحمت و جدیت طلب میکنه تا اینکه انسان با اون برگردد، با اون کاری که انجام میداد اول. از این حساب الله سبحانه و تعالی میگه به مثل اون زن نباشید. خب و قال تعالی، سیم آیت رو میارد، میگه الله سبحانه و تعالی گفتگی است که ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیهم الامد فقست قلوبهم. یعنی نه، ولا یکونوا، و نباشند به مثل کسانی که اوتوا الکتاب، براشون کتاب داده شد، من قبل یعنی از پیش از شما برای اونها ما کتاب دادیم. الله سبحانه و تعالی میگوید فطال علیهم الامد، پس وقتی که طولانی شد بر اونها زمان، امد زمان و وقت و از نازل شدن کتابشون براشون وقتی طولانی که گذشت، فقست قلوبهم، پس سنگ دل شدند. قصد یعنی که سخت شدن دلهایش، یعنی سنگ دل شدن، یعنی که دور شدن از راهی آن کتابی که براشون نازل شده بود. الله سبحانه و تعالی میگه به مثل اونها نباشید. یعنی در همون کار خیری که بودن اولی نهاتون، شما در همون کار پابرجا و بر دوام بتید. و آخرین آیت را امام نووی در این باب میارد، میگه و قال تعالی، الله سبحانه و تعالی گفته است که فما رعوها حق رعایتها، یعنی که پس مراعات نکردند. فما رعوها یعنی مراعات نکردند، یعنی که اهمیت ندادند حقی مراعات کردن، حق اهمیت دهی، یعنی که آن چیزی که باید، آن طوری که باید مراعات میکردن، آن طور مراعات نکردن. یعنی که اون قومی که برای خودشون رهبانیت قرار دادن، شیخا و پیرایی که قرار دادن، بگیم برای خودشون و سر خودشون لازم گردانیدن، با همون چیزی که لازم در گردشون نبود خودشون لازم گرداندن، با در همون لازم گردانگی خودشون هم بر دوام نرفتن. فما رعوها یعنی مراعات نکردن همون رهبانیت قرار دادگیشون را، حق رعایت، یا یعنی که حق مراعات کردنشون رو، یعنی که آن طوری که باید مراعات میکردند، یعنی که کار خیری که نیت کردند و یا که کار خیری که باید انجام میدادند اون را بر دوام انجام ندادند.
خب اکنون بعد از این حدیث را میارد، حدیث 691. و عن عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما قال، یعنی که از عبدالله ابن عمرو ابن عاص رضی الله عنهما روایت است که گفت قال علی رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای من گفت که یا عبدالله، ای عبدالله، اینه که عبدالله ابن عمرو ابن عاص، ای عبدالله لا تکن مثل فلانین، یعنی نباش تو مثل فلانی، مثل فلان انسان نباش. شاید نزد اون، نزد عبدالله نام فلانی را گرفته است، اما عبدالله نام فلانی را ذکر نمی کند برای شأن شرفش پس شدن یا که اگه چیزی برای تحقیرش نشه گفته نامش ذکر نمی کند. پس میگه گفت ای عبدالله به مثل فلانی نباش. او فلانی چیکار میکرده است؟ کان یقوم اللیل فترک قیام اللیل، او بود میگه همون فلانی قیام لیل داشت پس ترکت قیام لیلش، قیام لیلش ترکت. پس این ترنگ او نباش، اینه که قیام لیل شروع کردی بر دوام برو. هر کاری خیری را وقتی نیت میکنی، مقصد میکنی و قصد میکنی، در همون قصد بر دوام باش، نیم کلا کرده در نیم راه ترکش نکن. این حدیث متفق علیه است. خب با همین این بابی امر به پایبند بودن به عادتهای نیکم با آخر رسید. بعد از این باب استحباب طیب الکلام، که یعنی که خوش زبانی، درباره خوب بودن خوش زبانی و خوشرویی در، یا که با روی خندان روپرو شدن در وقتی با کسی روپرو میشوی، این بابش انشاءالله درسی آینده. بارک الله فیکم. این بود درس امروزمون و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.